الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم با ویژه برنامه اوصاف بهشت که ما در دو بخش گذشته در پاسخ به سؤال یکی از بینندگان که اوصاف بهشت چگونه است پرداختیم. البته در قرآن به آیاتی از قرآن استدلال نمودیم برای بعضی از نعمتهای بهشت و بعضی از اوصاف بعضی از نعمتهای بهشت، و اکنون همچنان که در بخش گذشته وعده داده بودیم که این موضوع را در سوره واقعه نیز به آن میپردازیم. اکنون به آیاتی که مربوط به بهشت هست در سوره واقعه به آن میپردازیم. در اینجا خداوند متعال در سوره واقعه که سوره است از سوره های مکی که معمولا سوره های مکی در ارتباط با آخرت سخن میگویند و این سوره هم تقریبا در ابتدا تا انتها در مورد آخرت است. در ابتدا بیان می کند که هنگامی که حادثه و واقعه آخرت فرا رسید و اتفاق افتاد، به گونه اتفاق می افتاد که هیچ کسی نمی تواند آن را انکار کند یا آن را دروغ پندارد. اگر اکنون کسانی هستند که آمدن قیامت را دروغ می پندارند، اما هنگامی که فرا رسید دیگه هیچ کس آن را دروغ نمی پندارد. و آخرت به گونه است که افرادی را خافضة الرافعه، افرادی را پایین می آورد و افرادی را بالا می برد. یعنی منظور این است که تعدادی را یعنی در دنیا یا در آخرت. اگر مقصود آخرت باشد یعنی تعدادی را در آخرت به اسفل سافلین میبرد و به سمت دوزخ، و تعدادی را به بهشت و اعلی علیین میبرد. یا در دنیا هم میتواند منظور این باشد تعدادی را به تعدادی عزت میدهد و به تعدادی ذلت و خاری میدهد، که ظاهرا باید منظور آخرت باشد که بیشتر اهل تفسیر به این یعنی آیه را به این به مربوط به آخرت دانستند، چون وقتی که آخرت فرا می رسد در مورد فرا رسیدن آخرت سخن گفته می شود. پس در نتیجه آخرت تعدادی را پایین می آورد و تعدادی را بالا می برد. اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند بالا می برد، آنایی که اهل معصیت و گناه هستند پایین می آورد. بعداً می فرماید هنگامی که زمین به لرزش شدید در آمد و هنگامی که تمام کوهها فرسوده شدند و همه پودر شدند و به صورت کامل از جای خود کنده شدند و پودر شدند و متلاشی شدند و همه به یک گرد و غبار پراکنده در هوا تبدیل شدند، در آن صورت شما سه گروه خواهید شد. و کنتم ازواجا ثلاثه، در آن صورت شما به سه گروه تقسیم می شوید. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، گروه اول اصحاب المیمنه هستند. شما چه میدونی که اصحاب المیمنه کدام ها هستند؟ فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه،
و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمه و گروهی هم اصحاب المشأمه هستند. اصحاب المیمنه افرادی گفته می شود که اهل یمن و برکت هستند و اهل کسانی هستند که نامه اعمالشان به دست راست آنها داده می شود و گروهی دیگر هم اصحاب المشأمه هستند که اهل نگونبختی و اهل بدبختی هستند و نامه اعمالشان به دست چپشون داده می شود. اما می‌فرماید و السابقون السابقون، اما گروه دیگری که هستند پیشتاز هستند، از دیگران سبقت گرفتند و پیشی گرفتند. و السابقون السابقون، پیشتازان همان پیشتازان هستند در آخرت هم. کسانی که در دنیا پیشتاز بوده اند در آخرت هم پیشتاز خواهند ماند و خواهند بود. امام ابن کثیر می‌فرماید این آیات، یعنی این تقسیم متناسب هست با تقسیمی که خداوند متعال در سوره فاطر آیه 32 بیان نموده که فرمود ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا. میگه ما کتاب را به ارث دادیم به اون کسانی که انتخاب نمودیم در میان بندگان خود. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، که تعدادی از آنها بر نفس خود ظلم کرده اند و تعدادی از آنها میان رو هستند و معتدل و میان رو هستند و تعدادی از آنها سابق بالخیرات هستند، یعنی از دیگران سبقت گرفته اند در کار نیک و پسندیده. و منهم سابق بالخیرات، که در اینجا در واقع اشاره به این قضیه می کند، یعنی همین گروه همینا هستند که در سوره فاطر به آنها اشاره شده. حالا ما بیاییم به اوصاف اون افرادی که سابقین هستند. حالا ما چون قرارمون بر این بود بیشتر در مورد اون افراد حرف بزنیم که در مورد بهشت و اهل بهشت. حالا ما در میان این دو گروه که در اینجا در سوره واقعه انسانها را به سه گروه تقسیم کرد، اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه و سابقون، که اصحاب المیمنه و سابقون اهل ایمان هستند و اصحاب المشأمه اهل کفر هست. در سوره فاطر هم فرمود ظالم لنفسه، این که به خودش ظلم میکند، گناهکاران، مقتصد میان روها مانند اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه، و سابق بالخیرات. یعنی در سوره فاطر سه گروه از اهل ایمان بیان نموده، یعنی گروه گناهکاران هم به آن اضافه کرده و گروه کفار هم بعد از آن بیان می کند، یعنی در سوره فاطر. انشاءالله به سوره فاطر هم می پردازیم. به نظرم این مطلب هم باید در سوره فاطر هم به این آیات سوره فاطر هم بیشتر بپردازیم. حالا سابقین که می فرماید و السابقون السابقون، بعضی میگویند منظور انبیا هستند، یعنی سابقون فقط منظور پیامبران هستند علیهم الصلاة والسلام. و امام سدی میفرماید آنها اهل علیین هستند، یعنی سابقین و السابقون السابقون میگه آنها کسانی هستند در علیین قرار دارند که خدا فرموده ان الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، که میفرماید نیکوکاران در علیون هستند، یعنی بالانشینان هستند. در اینجا امام مجاهد هم میفرماید از ابن عباس سابق و السابقون السابقون، میفرماید یوشع بن نون سبق الى موسی،
یعنی یوشع بن نون یکی از اون افراد بود که اولین کسانی بود که به سمت موسی آمد و به او ایمان آورد. و مؤمن و آل یاسین، یا مثلا اونهایی که در سوره یاسین بیان شده، اون کسی که در سوره یاسین اشاره می کند و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی، در اون ور شهر یک نفری آمد و دعوت پیامبران را پذیرفت. در سوره یاسین که من اشاره می کند میگه اون هم یکی از اون سابقین هست. مؤمن آل یاسین سبق الی عیسی، یعنی سبقت گرفت به سوی عیسی و به عیسی ایمان آورد، چون گویا اون افراد کسانی بودند که از جانب عیسی فرستاده شده بودند. و علی ابن ابی طالب میگه سبقت گرفت به سوی محمد صلی الله علیه و سلم. هرچند امام علی بله یک کودکی بود در اون زمان در خانه پیامبر بود صلی الله علیه و سلم، در او یعنی سرپرستیش دست پیامبر بود و چون پدرش فقیر بود فرزندانش را تقسیم کرده بودند در میان چند خانه و امام علی در خانه پیامبر تربیت شد و در نتیجه اولین کسی در خانواده خودش بود که اون هم ایمان آورده و بعد از اون ابوبکر صدیق یکی از سابقین هست. هرچند ما ادله دیگری باز داریم در این زمینه که سابقین اولین از مهاجرین، سابقین اولین از انصار از این سابقین هستند. و این اقوال امام ابن کثیر میفرماید تمام این اقوال که گفته شده همه درست هستند. البته قول امام ابن سیرین هم میگوید و السابقون میگه آن کسانی هستند الذین صلوا للقبلتین، اون کسانی هستند که به سمت هم بیت المقدس هم مسجد الحرام نماز خواندند. اینها سابقون هستند. و امام حسن بصری و امام قتاده میفرمایند سابقین ای من کل امتین، یعنی در هر امتی افرادی هستند که سابقون هستند. این حرف هم کاملا درسته، یعنی در میان هر امتی قطعا سابقینی وجود دارد و در امت محمد هم صلی الله علیه و سلم سابقین اولین از مهاجرین داریم و سابقین اولین از انصار. و امام ابن کثیر میفرماید تمام این اقوال صحیح هستند. میگه چون منظور به سابقین آن کسانی هستند که شتاب میکنند برای انجام کار پسندیده، همچنان که به آنها دستور داده شده، همچنان که خداوند متعال میفرماید وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض، میفرماید شتاب کنید به سوی مغفرت پروردگار، به سوی مغفرتی از جانب پروردگارتان و به سوی جنتی که پهنایی آن به اندازه آسمان ها و زمین است. یعنی عرض جنت به اندازه گستردگی تمام آسمان ها و زمین است، فقط عرضش، دیگه باید طولش چی باشد. این هم یکی دیگر از اوصاف بهشت که خیلی واضح و روشن در سوره آل عمران آیه 133 اینو میفرماید که به این آیات هم باید بپردازیم. یا در سوره حدید آیه 22 میفرماید باز هم سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض. در اینجا فرموده عرض السماء والارض، اونجا فرموده بود عرضها السماوات والارض، سماوات 7 آسمان، به اندازه گستردگی آن و پهنای آن و عرض آن ما به اندازه عرض 7 آسمان و زمین می شود. در اینجا فرموده شتاب کنید به سوی بخششی از جانب پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمین است. همینجا که گفته آسمان یعنی شامل همه آسمان ها می شود با توجه به حدیث با آیه قبلی. پس فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة.
یعنی اگر کسی در این دنیا سبقت گرفت و به سمت خیر سبقت گرفت، پس این در آخرت هم از کسانی است که سبقت میگیرند و پیشتاز هستند به سمت کرامت و گرامی داشتن و احترام. فإن الجزاء من جنس العمل، یعنی پاداش از جنس عمل است. کسی که سبقت میگیرد برای کار نیک و برای کار خیر قطعاً باید پیشتاز باشد. به همین خاطر فرمود اولئک المقربون فی جنات النعیم، یعنی این کسانی که سابقین هستند. پس سابقین چه کسانی هستند؟ سابقین مقربان خداوند متعال هستند، یعنی کسانی هستند و السابقون السابقون اولئک المقربون، آنان نزدیک شدگان به پروردگار هستند. کجا؟ فی جنات النعیم، در باغ‌های پر از نعمت، نه در جنتی، در جنت هایی که ما در سوره الرحمن خوندیم 2 جنت، یعنی در داخل جنت بزرگ، جنت عظیم برای تمام اهل ایمان، برای هر ایمانداری در داخل آن 2 جنت وجود دارد. 2 جنت برای اونهایی که درجات بالاتری دارند، 2 جنت خیلی با کیفیت بالاتری، و 2 جنت دیگر پایینتر برای کسانی که درجات ایمانشون کمتر است. در سوره الرحمن اینو فرمود. ولی در اینجا برای مقربین میفرماید فی جنات النعیم، نه در یک جنت، در جنت های پر از نعمت، یعنی در داخل جنت بزرگ که برای همه است. هر کس برای خودش چند جنتی دارد، حالا حداقل 2 جنت دارد، و افرادی که مقرب هستند جنات دارند، نه جنتی، نه 2، بیشتر از آن دارند. خیلی خوب، اینها چه کسانی هستند؟ میفرماید ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین، اینها جماعتی هستند از گذشتگان و تعداد کمی هم از آیندگان. یعنی در گذشته، اگر البته ما باید با توجه به نسبت اهل ایمان این کم و زیادی را در نظر بگیریم. مثلا فرض کنیم اگر در قوم نوح علیه السلام تنها مثلا 70 نفر ایمان آورده باشند، اگر در میان 70 نفر مثلا 30 نفر سابقین در آن باشد، خیلی زیاده. یعنی شما نگاه میکنید نزدیک به نصف آن سابقین هستند، یعنی 40 نفر فقط سابقین نیستند، یعنی 40 نفر اصحاب الیمین هستند و 30 نفر هم سابقین هستند. پس این نسبت خیلی نسبت زیادیه، یعنی نزدیک به 50%، 40 مثلا 7-8% نگاه میکنید که سابقین هستند. اما در امت محمد علیه السلام که میلیاردها مسلمان وجود دارد، میلیاردها، اکنون ما مثلا کره زمین که مثلا اگر نگاه کنیم نزدیک به 7 میلیارد، یعنی تعداد جمعیت زمین بیشتر از 7 میلیارد است، حداقل نزدیک به 2 میلیاردش که مسلمان هستند. اگر در میان 2 میلیارد فقط 1 میلیون ما سابقین داشته باشیم، نسبت به مثلا قوم نوح مال ما کمتر است، چون ما 2 میلیارد مردم داریم، در 2 میلیارد 1 میلیون داریم، در حالی که نداریم. یعنی شاید 1 میلیون هم وجود نداشته باشد از سابقین باشد. یعنی ما در نظر بگیریم سابقین اولین از مهاجرین و انصار که عددشون خیلی کمتر از این مقدار است، و بقیه هم در هر عصر و زمانی هم در نظر بگیریم، حالا فرض کنیم 1 میلیون، 1 میلیون که خیلی زیاده.
اما نسبت به 2 میلیون، الان ما میگیم الان 2 میلیون وجود داره، 2 میلیارد، و خدا میدونه چندین میلیارد دیگرم وفات کرده اند و چندین میلیارد دیگرم میآیند. حالا ما بگوییم مثلا در میان 10 میلیارد امت محمد، مثلا حتی اگر 1 میلیارد هم در 10 میلیارد، اگر مثلا ما مثلا بگوییم 500 میلیون از این سابقین داشته باشیم، باز نسبت به قوم نوح هنوز کم داریم. حتی اگر 1 میلیارد هم داشته باشیم هنوز نسبت به قوم نوح کم داریم. چرا؟ چون قوم نوح نزدیک به نصف آنها سابقین بودند، اما ما در میان 10 میلیارد مثلا 1 میلیارد هستند، پس کمترند. به همین خاطر گفته می شود ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین، یعنی از امتهای گذشته تعداد سابقین بیشتر از نسبت به تعداد ایمان آورندگان. مثلا شما نگاه میکنید در انتخابات که در کشورها انجام میگیرد، مثلا کشوری هست فرض کنیم 10 میلیون نفر جمعیت داره، در این 10 میلیون میگه مثلا 50% مردم یا 70% مردم شرکت کردند. در مثلا کشور دیگری 80 میلیون جمعیت دارد و مثلا نگاه میکنید در اون 80 میلیون مثلا تعداد مثلا حتی فرض کنیم اگر 20% شرکت کنند، 20% بیشتر از اونایی که از 50% که اونا داشتن، اما نسبت به اون کشوری که 80 میلیون است کم از 20%، 50% هم کم است. در نتیجه ما این قضایا را باید این گونه بررسی کنیم که درصد و نسبت این مقربین با توجه به تعداد و جمعیت اون امت است. حالا میفرماید ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین، یعنی تعداد زیادی از امتهای گذشته هست و تعداد کمی از امتهای آینده هست از این امت، که در این همچنان که بیان کردم به این صورت بیان می شود. امام در یک حدیثی که حدیث صحیحی تقریبا امام احمد روایت می کند، می فرماید رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم مثل امتی مثل المطر یا مثل المطر، نمونه امت من مانند باران است. لا یدرا اوله خیر ام آخره، معلوم نیست آیا اولش بهتر است یا آخرش. یعنی باران این گونه است، شما نمیدونی کدوم قسمتش سودمندتر است. حالا اگر ما این حدیث را در نظر بگیریم به شرط اینکه این حدیث صحیح باشد، امام ترمذی فرموده حسن است و غریب است. خود غرابتش یک نوع اشاره به نوعی ضعف به آن میکند، اشاره میکند به نوعی ضعف. امام ابن کثیر هم میگوید اگر ما حمل کنیم این حدیث صحیح است، یعنی حکم بر این کنیم که صحیح است، یعنی حمل بر این میشود که این دین همچنان که اولش مهم است آخرش هم مهم است. یعنی تمام مسلمانان این امت محمد همش مهم هستند. اینجوری نیست که ما بگوییم فقط مسلمان های صدر اسلام خوب هستند و بقیه بد. نه، یعنی همه مسلمان ها خوب هستند و همه باید یعنی نیاز به آنها هست، همچنان که نیاز به گذشتگان بوده نیاز به آیندگان هم خواهد بود. حالا به نظرم در اینجا یک میان برنامه نگاه کنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. حالا بپردازیم به نعمت‌هایی که برای این افراد وجود دارد.
برای که؟ برای سابقین یا مقربین. میفرماید آنها فی جنات النعیم در بهشت و جنت هایی هستند پر از نعمت. پر از نعمت. خیلی خوب. کجا؟ علی سرر موضونه، یعنی آنها بر روی تختهایی نشسته اند که اون تختها با طلا بافته شده، یعنی با طلا بافته شده، انگار طلاکاری قشنگ و زیبایی شده. در احادیث مثلا بعضی میگویند با طلا و با مروارید و با نقره و با یاقوت و با در و مروارید و یاقوت، بالاخره با چیزهای بسیار قشنگ و گرانبهایی درست شده اند این تختهای بسیار مزین و قشنگ و آراسته. متکئین علیها متقابلین، میگه آنها بر آن تکیه زده اند و رو در روی هم نشسته اند و این نشانه محبت و دوست داشتن است که همه به سمت همدیگر نگاه میکنند. یعنی به گونه ای نیست که کسی پشت سر کسی باشد، همه روبرو نشستند. یعنی مکان فراوان، مکان وسیع است که همگی روبروی هم نشستند و رو در روی هم هستند. کسی پشت سر کسی دیگری ننشسته. خیلی خوب. متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون، بر آنها میچرخد، یعنی بر روی این مردمی که بر روی این تختها و این مبلها نشسته اند و تکیه زده اند و روبروی هم نشسته اند، چه کار میکنند؟ کودکان خردسال قشنگ و زیبایی میآیند و برای آنها تعارف میکنند به چه چیزی؟ ولدان مخلدون یطوف علیهم ولدان مخلدون، یعنی کودکان خردسالی که همواره در آن سن و سال میمانند، یعنی با اون قشنگی و زیبایی همچنان پایدار میمانند و همیشه خواهند ماند، یعنی بزرگ نمیشوند و همیشه بر اون سن و سال هستند. باکواب و اباریق و کأس من معین، یعنی آنها میآیند و با لیوانهایی و با ابریقهایی، با پارچهایی و با انواع و اشکال، مثلا لیوانها و استکانها و پارچها، بر آنها میچرخانند. از یک چشمه برای آنها میآورند و نوشیدنی های قشنگ و زیبا میآورند و به آنها میدهند. از تمام نوشیدنی ها که ما قبلا در بخش گذشته، بخش اول گفتیم که مثلا ما رودخانه هایی از عسل داریم، رودخانه هایی از شیر داریم، رودخانه هایی از شراب داریم، انواع رودخانه ها، و این هم از انواع نوشیدنی های قشنگ و خوشمزه که از چشمه سرچشمه میگیرد. همش یا چشمه است یا رودخانه است، اصلی، جاری و روان. مثل دنیا نیست که این عسل دیگه، یک زنبوری عسل مثلا بیاید با این همه مشکلات مثلا آن را درست کند. اصلا اونجا عسل چشمه است و مدام عسل جاری و روان است، شیر جاری و روان است. دیگه اینجوری نیست که از گاو، نمیدونم از بز و از گوسفند و اینا بگیرن. دیگه اونجا رودخانه است، اینجا چشمه است، چشمه شیر، چشمه عسل، چشمه مثلا شراب، همه اینها. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یعنی از آن نوشیدنی ها، دیگه در اینجا اشاره میکند که این نوشیدنی مثلا شراب است، اما این شراب از اون نوع شرابی نیست که سر انسان را به درد بیاورد و عقل را از دست بدهد. اینجوری نیست، یعنی نه عقل را از دست میدهند و نه سردرد را به دنبال دارد. انگار شراب دنیا سردرد به دنبال دارد و عصبانیت و دیوانگی و
کم عقلی و از دست دادن عقل و یعنی مست شدن، ولی این شراب آخرت این مشکلات رو ندارد. شراب خوشمزه، خوشطعم، و ظاهرا این شراب دنیا باید انسان خودش عادت دهد، وگرنه برای اولین بار کسی اگر آن را بنوشد شاید وضعیت خیلی بدی پیدا کند. مثلا کسی سیگار یا عادت کند به سیگار کشیدن، در ابتدا سیگار اصلا هیچ برایش جالب نیست، بلکه سرگیجه شدیدی برای انسان درست می کند و اذیت می شود تا کم کم عادت می کند. ظاهرا شراب دنیا هم اینجوری باید باشد. به همین خاطر پروردگار می فرماید باعث سردرد نیست و از دست دادن عقل نیست. و فاکهة مما یتخیرون، و در آنجا البته ما در وقتی که میاییم این گروه مقربین را نگاه میکنیم و پاداشی که برای اینها در نظر گرفته نگاه میکنیم، یک پاداشی مثلا شهری و شهرستانی برایش ترسیم نموده، یعنی انگار اینها در یک جایگاه بالایی هستند، انگار در یک شهرستان بسیار یعنی سطح بالایی هستند، در یک شهرستانی که امکانات بسیار قشنگ، مبل، تخت، نمیدونم شراب، تمام امکانات که الان بیان میکند. و فاکهة مما یتخیرون، و در اونجا میوه وجود دارد از هر آنچی که خودشون انتخاب کنند، یعنی انواع و اشکال میوه در آنجا وجود دارد که در سوره رحمان بیان کردیم و فاکهة کثیره. در اونجا بیان کردیم که در اونجا میوه های و من کل فاکهة زوجان، از هر نوع میوه دو گونه وجود دارد، ولی در اینجا اصلا اشاره به گونه بیان فرموده و فاکهة مما یتخیرون، از آن چیزی که خودشون انتخاب کنند، یعنی خیلی فراوان است. و لحم طیر مما یشتهون، و در اونجا اشاره به گوشت اصلا نکرده بود، اکنون اشاره میکند به گوشت، اما گوشت پرنده، که گوشت پرنده خوشمزه تر است از گوشت چرنده و حیوانات دیگر چهار پایان. میفرماید و لحم طیر مما یشتهون، و این هم بعضی از یعنی از نظر علمی این نتیجه هم از این میگیریم که اول میوه میخورند بعداً گوشت میخورند، یعنی در واقع انسان هم در دنیا بهتر است اول میوه میل کنند بعد از آن غذا بخورند، یعنی نه این که بعد از غذا میوه بخورند، نه، بعد از میوه باید غذا خورده شود، و این کاملترین نوعشه که در اینجا فرموده، اول نوشیدنی، بعداً میوه و بعد از آن خوردن، برعکس آن چیزی که در دنیا ما مشاهده میکنیم. و لحم طیر مما یشتهون، هر آن چیزی که خودشون اشتها دارن، از هر پرنده ای لحم، گوشت هر پرنده ای که اشتها دارید. کسی دوست داره مثلا بوقلمون را دوست دارد، کسی مثلا کبک، کبوتر، نمیدونم مرغ، یا هر مثلا بلدرچین، مثلا شترمرغ، هر چی دلت میخواد. شترمرغ هم حالا دیگه میگه وقتی که میگوی بیا بار ببر، میگه من پرنده هستم، مرغ هستم. وقتی که میگن بیا مثلا تخم بذار، میگه مثلا من شتر هستم. به هر صورت شترمرغ هرچند ظاهرا تخم دارد. وقتی که وقتی که میگوین پرواز کن، تخم که دارد. وقتی که گفته میشود پرواز کن، میگه من شتر هستم. وقتی که میگن بار بکش، میگه من مرغ هستم. بله، وگرنه تخم که دارد، تخم شترمرغ معروف است. در اینجا این نعمت ها وجود دارد. و فاکهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. خیلی خوب،
حالت شما در جنت های فراوانی وجود هستی، بر روی مبل ها و تخت های قشنگ و زیبایی نشسته اید و تمام نوشیدنی ها در آنجا وجود دارد، شراب و نوشیدنی هایی که دوست دارید و تمام میوه ها هرچی دلت میخواه و تمام گوشت پرندگان هرچی اشتها دارید وجود دارد. خیلی خوب، چی دیگه الان کم هست؟ همسری و حور عین. در اینجا همسرانی هم که به آنها حور العین، نعم، و حور عین و حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون، و حوری های چشمان گرد و قشنگ که سفیدی چشمشون خیلی سفید است و سیاهی چشمشون خیلی سیاه است و گرد و قشنگ و زیباست. و حور عین، ای برای آنها یعنی حور العین وجود دارد. و حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون، دقیقاً انگار مرواریدهای پوشیده هستند، یعنی مرواریدهایی که در داخل صدف پوشیده شده اند و در داخل غلاف خود هستند. مانند مروارید هستند از لحاظ پاکی و بی‌آلایشی، بدون اینکه هیچ گونه لکه‌ای بر روی آن باشد. این که امثال اللؤلؤ مکنون، این برای چیست؟ جزاء بما كانوا یعملون، که ما در مسائل گذشتم اینو بیان کردیم. این پاداشی است در برابر آن چیزی که اونها انجام میدادند، یعنی در برابر کردار پسندیده آنها این به آنها داده می شود. یعنی اگر کردار پسندیده نداشته باشند چنین پاداشی هم ندارند. پس ما در سوره الرحمن گفتیم ولمن خاف مقام ربه جنتان، برای کسی که خوف اینو داشته باشد که در برابر خدا قرار بگیرد و در آنجا محاسبه شود و دادگاهی شود، برای آنها 2 جنت وجود دارد. 2 جنت وجود دارد. اما در اینجا می‌فرماید بعد از سوره الرحمن در ابتدا فرموده اگر کسی از خدا ترس داشته باشد، و در سوره نازعات هم فرمود ولمن خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هر کسی از ترس اینو داشته باشد که در برابر خدا قرار بگیرد و در روی خدا قرار بگیرد و مورد محاکمه قرار بگیرد و نفس خودش را از هوای نفس منع کند، اون جایگاهش بهشت است. فإن الجنة هي المأوى. در اینجا فرمود جزاء بما كانوا يعملون، و این پاداشی است در برابر آن چیزی که انجام دادند. پس باید پاداشی وجود داشته باشد. تا انسان اهل ایمان و عمل صالح نباشد چنین پاداشی گیرش نمی آید. بعداً می فرماید الان کسی به ذهنش می خورد یعنی مگر میشه در چنین مجالسی که تمام امکانات، تمام لذائذ مطرح هست، راستی در اونجا هیچ چیز ناپسندی انجام نمیگیرد؟ رفتار ناشایستی در اونجا انجام نمیگیرد؟ میفرماید لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. میفرماید در آنجا هیچ گونه سخن لغو و باطلی را نمیشنوند. لا يسمعون فيها لغوا یعنی هیچ گونه سخن باطل و بیهوده ای را نمیشنوند، یکی هم نمیشنوند. ولا تأثیما، و هیچ کسی هم کسی دیگری را متهم نمی کند. بگوید شما این کار اشتباه تو کردی، این کار غلط تو کردی،
تو اشتباه کردی، تو غلط کردی، تو نفهمیدی، این حرفا وجود ندارد. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. پس چگونه مگر میشه هیچی در اونجا نباشد؟ بله نیست. الا قیلا، تنها یک قول وجود دارد که میشنوند و آن چیست؟ سلاما سلاما، سلام کردن به هم دیگر، محبت کردن به هم دیگر، دوستی با هم دیگر، خوش رفتاری با هم دیگر، احترام گرفتن از هم دیگر، این وجود دارد. ای لا يسمعون في الجنة كلاما لاغیا. الله اکبر، ما شاء الله ما شاء الله. یعنی هیچ گونه تحقیری، هیچ گونه کلام زشتی، سخن نادرستی در آنجا شنیده نمی شود. همچنان که در سوره غاشیه می فرماید لا تسمعوا فیها لاغیه، در آنجا حتی نمیدونی که سخن لغو بیهوده‌ای شنیده نمی شود. نه اینکه خودت نمیگی، دوستان شما هم نمیگویند، کسی هم نمیشنود از کسی مطلقا. سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. چه نعمتی، چه جایگاهی. بعداً فرمود الا قیلا سلاما سلاما، تنها چیزی که در آنجا هست سلام کردن است. همچنان که در سوره ابراهیم آیه 23 می‌فرماید تحیتهم فیها سلام، تحیه اهل بهشت سلام کردن به هم دیگر است. الله اکبر. حالا این وضعیت اوصاف اهل بهشت بود. اون افرادی که چی هستند؟ سابقین اولین هستند، از یعنی مقربین هستند، مسلمانان دست اول که بالاترین درجه دارند. درجاتشون درجه اولین درجات دارند و بالاترین درجات دارند. این پاداششون بود که در سوره واقعه به این مقدار اشاره شده. حالا مسلمانان گروه دست دوم چی؟ میفرماید و اصحاب الیمینی ما اصحاب الیمین. حالا نوبت رسیده به اصحاب الیمین. اصحاب الیمین چه کسانی هستند؟ ما اصحاب الیمین. اونجا گفت میمنه، اینجا گفت یمین. یمین راست، سمت راست، یعنی یاران دست راست، یا اون افرادی که نامه اعمالشون به دست راستشون داده می شود. اونها چه کسانی هستند؟ خیلی خوب. حالا ببینیم زندگی که برای آنها ترسیم می کند و بهشتی که برای آنها ترسیم می کند چه نوع بهشتی است. اون بهشتی که برای آنها ترسیم شد، اون بهشت ها، اون جنت هایی بود به صورت یک زندگی شهرنشینی که بر روی مبل و می نشستند و نمیدونم بر روی تخت و روی مبل و نمیدونم نوشیدنی ها از جنس شراب و اینها داشتند. و حالا ببینیم این گروه دیگر که ما گفتیم اینها یک گروه دیگری هستند، زندگی روستایی و زندگی بیابانی ولی در اوج قشنگی و زیبایی. حالا ببینیم اینها مسلمانان درجه دوم هستند. مسلمانان درجه سوم هم داریم که در سوره فاطر به آن میپردازیم. پایین تر از اینا میفرماید و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اصحاب الیمین هم داریم، اونا که نامه اعمالشون به دست راستشون داده شده اما مثل مقربین و سابقون نیستند، مثل پیشتازان نیستند. خیلی خوب. حالا ببینیم پاداش اینا چی هست. اون در اولین چیز گفت فی جنات النعیم اولئک المقربون، گفت در جنت های پر از نعمت هستند. در اینجا میفرماید فی سدر مخضود، در میان درخت سدر هستند. سدر یک درختی است دارای ثمر که در دنیا وجود دارد این درخت، و برگ سدر هم و درخت سدر هم و برگ آن برای بسیاری از بیماری ها مفید هست که الان صابون سدر و نمیدونم شامپوی سدر و نمیدونم اینها وجود دارد.
و میوه سدر هم دارد و در اینجا مخصوصا در مناطق جنوب و گرمسیر وجود دارد که با آن میگویند کنار. کنار هم یک درختی است کاملا پر از خار فراوانی دارد، ولی این خارش در اینجا کنده شده. میفرماید فی سدر مخضود، در یک نعمتی هستند که اون درخت سدر حالا خارهایش کلا کنده شده است و خاری برایش باقی نمونده. فی سدر مخضود یعنی در جایی هستند از این نعمت ها استفاده میکنن که درخت سدر که بسیار خاردار است اما خارهایش کنده شده. حالا منم الان یک درخت دیگری وجود دارد که در مناطق خودمون بیشتر خار فراوانی دارد، مثلا درخت تمشک. همین تمشک که به زبان کردی گفته می شود تورک یا توترک، که در اینجا به فارسی تمشک گفته می شود، بسیار خاردار است. ولی ما حالا در این مناطق می بینیم که اصلا تمشک داریم بدون خار با دانه های انگار شاتوت است، اینقدر بزرگ و قشنگ و خوشمزه است. حالا این سدر هم درخت سدر کاملا خارش کنده شده، پس این تمشک اینجا هم خاری ندارد و ثمرش هم بسیار قشنگ و بزرگ است دانه هایش. و این سدر هم کاملا این تمامی خارهایش کنده شده، به راحتی میتونی از آن استفاده کنید و از میوهش بخورید. البته این درخت سدر و میوه آن تنها در اسم شباهت دارد به درخت سدر دنیا و به میوه سدر دنیا. نتیجتا میفرماید فی سدر مخضود و طلح منضود، و در میان باغ موز وجود دارد و این موزهای روی هم انباشته شده که دیگه معمولا میوه موز روی هم سوار شده اند و قرار گرفته اند، خیلی قشنگ و زیبا. و طلح منضود، این دیگه یک زندگی بیابانی، شما در بیابان هستی، اونجا درخت موز هست و نمیدونم اونجا درخت کنار هست و نمیدونم اونجا باغ انگور هست و نمیدونم، به همین صورت. و طلح منضود و ظل ممدود، و در زیر سایه های بسیار طولانی و مفصل در آنجا زندگی می کنند و هستند. و ظل ممدود و ماء مسکوب، و در کنار این شما سایه های قشنگ و طولانی و در عین حال و ماء مسکوب، اونجا آبشارهای قشنگ و زیبا داره سرازیر می شود و کنار آبشار، کنار درختان میوه های مثلا موز و انواع میوه ها که در اینجا به دو تا از اینها اشاره نموده است. و ظل ممدود، همچنان که در سوره نساء به این اشاره می کند، می فرماید ندخلهم ظلا ظلیلا، آنان وارد سایه‌ای می کنیم که سایه‌اش کامل اون جا را می پوشاند. اینجوری نیست که شما خیال کنی این سایه پر نباشد که قسمت‌هایی هنوز نور خورشید داشته باشد، نه، کامل سایه کامل، ظلا ظلیلا. یا می فرماید اکلها دائم و ظلها در سوره رعد، یعنی میوه های آن و خوردنی های آن همیشگی است و سایه های آن هم همیشگی است، یعنی هیچگاه شما نور خورشید تو را اذیت نخواهد کرد. یا در سوره مثلا مرسلات میفرماید فی ظلال و عیون، اینها اهل بهشت در میان سایه ها و در میان چشمه های فراوانی، نه چشمه ای، چندین چشمه. الله اکبر ولله الحمد. و ماء مسکوب، و آبهایی که آبشارهای قشنگ و زیبا، همچنان که در سوره محمد فرمود فیها انهار من ماء غیر آسن، در آن بهشت رودخانه هایی وجود دارد از آبی که تغییر نکرده.
ظاهرا وقت داره به پایان میرسد. و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، و در میان میوه های فراوانی که تمام نمی شود و منع نمی شود. یعنی هر چی دلت میخواد میوه بخور، استفاده کن، کسی تو را منع نمی کند. حالاش وقتی که نگاه میکنیم اینجا یک زندگی کاملا بیابانی و روستایی، اما در اوج قشنگی و زیبایی. بعداً لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوعه، و بر روی فرش های بلند در جاهای بلند و قشنگی نشستند. انگار در یک بالای جای بلندی قرار گرفته اید و در اونجا فرش های قشنگی گسترده شده است و شما بر روی اون فرش های قشنگ و در اون جای بلند و که چشماندازهای قشنگی دارد نشسته اید. در اونجا خیلی خوب تنها هستیم، همسری دوستی نداریم. چرا؟ انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. و در اونجا همسرانی را برای آن با همسرانشون هستند، اون همسرانی که الان از نو آنها را ساخته ایم. انشأناهن انشاء، از نو آنها ساخته شده اند. فجعلناهن ابکارا، آنان را دوشیزه قرار داده ایم. عربا، که همسران خودش خیلی زیاد دوست دارند و دوستی را آشکار میکنند، اعلان میکنند و همیشه بیان محبت و دوستی میکنند. اترابا، و هم سن و سال هستند با همسران خود. اینها برای چه کسانی؟ لاصحاب الیمین. این پاداش اصحاب الیمین است. خیلی خوب، اینا چه کسانی هستند؟ ثلة من الاولین و قلیل و ثلة من الاخرین. اینها تعداد زیادی از امتهای گذشته و تعداد زیادی از امتهای آینده و حتی از امت محمد هم صلی الله علیه و سلم. الحمدلله از این گروه از ما الحمدلله باز هم زیاده است. در اینجا به این مقدار اکتفا میکنیم. هرچند میتونستیم بیشتر صحبت کنیم، اما وقت داشت به پایان میرسید و البته خیلی طولانی شد. این بخش نصف بعدی همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.